فراموش کردند. هرچند فراموشی و خطا ضعف باشند، تلافیشان خارج از امکان نیست. کافی است که انسان با پشیمانی درونی برای پاک شدن به سوی چشمه پالایش بشتابد. خطایی که بالایش اصرار می شود، اشتباهی که احساس ناراحتی و بار نمی آورد و به زودی فراموش می شود، اما بعضا در آینده نه چندان دور از گریبان صاحبش خواهد گرفت. حال یک داستان دراماتیک و عبرت انگیز را با هم تماشا می کنیم. بچه ما چی کردیم؟ چرا مرا پیش لالایت میبری؟ این قسم بهتر است مادر. پیش ما باشی خار و ذلیل میشی. در خانه مجردی تک و تنها خو نمیشه. اوجا لالایم تو رو پیش دکتر میبره. جای تشویش نیست مادر. اونجا لالایم است، ینگیم است. اونجا راحت میباشی. ازت مراقبت میکنن. بعد است زنکی کسی تو رو باید آدم در نکن بچیم نکن. رسیده مادر. عجیب است. اینا کجاستن؟ برون ببینم. بیا مادر جان. محکم بگی. آفرین. عثمان این دیگه از کجا پیدا شد؟ چرا اصلا دستی؟ برو یک دفعه سعی کن. سینون مادر خیریت باشه. اینجا چی میکنن؟ مادرم آوردم لالا. بعد از این شما ازش مراقبت کنیم. یعنی چه که ما مراقبت کنیم؟ درداش بیخی زیاد شده. من و تنهایی نمیتونم. با یگان دکتر ببرین. من چی بفهمم؟ هر چی میکنین بکنین. آدم اول خبر میته سینون. اتر دفتن آوردی؟ مرا لوده فکر کردین چطور؟ بیزو مرا در جوانیم تنها مانده رفتین. از ما دیگه هم یک قدر بود بیادر. دیگه شه خودتون میفهمین. سینون صبر کو. سینون اوه خدایا. سینون اوه خدای من. شما چه قسم مردم هستین؟ من نمیفهمم. خوش آمدی مادر. خوش باشی بچه. بیا مادر. بیا. او بچه بی غیرت تو ریلا کرد ولی ما هستم. بیا مادر. آیسته بچه. خوش آمدی. خوش باشی نسرین. میبخشی دخترم ناراحتتان ساختم. عثمان یک دقیقه بیا. ای چی تو خواد شد عثمان؟ ما چی بفهم نسرین؟ یگان چاره خواد کردیم. یکی درست صبر کو. اینجا جای ماندن است. در کنج سالن ماندهش. ماشاءالله. خی کجا بانو؟ در کجا دیدی که در کنج سالن مانده باشن؟
او یک زن معیوب است. پاچاواری تکیه دادنشه بیبی. بیا اینجا، جایشو برات نشان میتونم. خب اینجا توشکش هوار میکنم. من او را در سالن نمیمانم. درست است آرام باش. در جوانیش باید میمردی. تو پیر معیوب زندگی منو هوا ساختی. باورم نمیشه. یک کیلو آردم خود بتازن دخترم. کاکا. 2 دانه مایه کالشویی هم بته. درست است. خیرت باشه نسرین، او قدر مایی کالشویی چی میکنی؟ هیچ پرسان نکن ناهید خواهر. خوشوی مریض است. تشناب رفتن نمیتونه. پاکاریش هم میکنم. گفته جانم برآمد به خدا. خانه تو بوی میته که حیران بانی. الا که همراه اینا پاک شوه. خدا برات صبر بده نسرین. حسن نان چاشت آوردم. زنده باشی خانم. وضع ملاحت خواهر قدر خراب است؟ جانم برآمد به خدا. نمیفهمم از کجا پیدا شد. تحمل داشته باش دخترم. انسان مطابق سن سالش نوازش داده میشه. هرچی نباشه بجای مادرت هست. حقش ادا شده نمیتونه. مادر من خونه است حسن کاکا. من چرا حقش ادا کنم؟ ها ناهید خواهر. یه هفته دستوزی ها در خانه من است. از او خاطر منتظرت هستم. انشالله میایم نسرین. بخیر بری. خدا حافظ دخترم. خدا پشت پناهت. از خشوع قدر بد توصیف شده هستند که کوچکترین حرکت خشوع را عروساش به حد کلان میکنه که هیچ پرسان نکو. چگونه بودن انسان بعضا در آخرت بعضا هم در این دنیا معلوم میشه. در اصل انسان هر چی که میکنه با خود میکنه خانم. راست میگی. نسرین، عثمان بچیم. اوف. چی میخوای مادر؟ بچیم از گشنگی مردم. یک توت نان خوب بتین. خو نسرین پشت سودا رفته. حال میایم. بچیم باز چی است؟ بچیم دردایم زیاد شده. اگه میتونین مرا دکتر ببرین. حالا پیسه ندارم. دیو وقت شفاخانه رفتن چقدر مصرف داره؟ ایره خبر داری؟ باز میبرم. حالا صبر کو. فقط که پیسه چاپ میکنم عجیب است به خدا. کجا میری عثمان؟ قهوه خانه میرم. اوه چقدر خوب. تو تا بیرونا چکر بزن. من اینجا چتلیای مادرت پاک میکنم. خوب حضور برای خودتون پیدا کردین. نسرین با ما بیبی عثمان. شفاخانه میبریش، باسایشگاه میبریش. من کاری ندارم. هر چی میکنی بکو. این زن از اینجا گم کن. خو نسرین یک کار میکنم. این باز چی میخواین؟ با خیالم گشنه شده. یک دفعه ببینش. اوف. چی پس چی میگی؟ همیشه همراه تو مصروف باشم؟ نوکرت خونه استم. ده هر بار صدا کردنت به خدمتت بیایم. دختر من چی میخوای بگو؟ گوش نشده. یگان چیز پخته کردی. اوه گای نان میگه گای او. شیر مرغم میخوای جانم؟ صبر کو ببینم. نکنه تو خود خانومی خانه فکر کردی. من نوکرت نیستم. زیاد گوش نشدی؟ بگی. اینه همی بست است. قابل پرداخت.
چه آدم کم جرأتی هستی تو؟ سر برادرت گپت قبولانده نمیتونی؟ این زنکر گرفتی حالی از دستش نجات یافته نمیتونه. اوف اگه قیامتون بیای بازم تقصیر ماست. عثمان شما آمدید؟ بله آمدیم. برو ببین که چی میخواه. من خو میکنم. اوه عثمان چقدر بیغم هستی. عثمان نسرین دخترم توی نسرین سرت بخور انشالله. چی گپ است؟ تو چی میخوایی؟ گفتم دوای من میگیرم از بشه مفتی. تو خب من دیوانه میسازی. برای 100 دفعه گفتم که احتیاط کن. اینجا رو تو سعی کن. اوف چای تشنه باره بوی میته. تو اینا رو قسم میکنی. سبا میمارن گفتن که میاین میخوایی مرا پیش اونا رسوا کنی. خستم ساختی تو. اما سرد از دخترم لطفاً وازش نکن. این بوی از این خانه چه خسم گم شوم؟ خدا جزایتو بده. خدا من جزایتو بده. خسته شدم و بینی رسیدم از دست تو. مرا ببخش دخترم. بس کن دیگه. این کلکینا تا سبا را حتی تا گم شدن بوی آواز میمونه. بلند پست که سرما میخوری یا نه؟ دخترم دوای بار حالا دوایت دیگه. ایام از اولاده خداوندا تو من از این حالت نجات بده. نسرین از تو بسیار خوشم آمد. از تو بسیار مقبول است. یه از تو دختر؟ ایره تو آوردی؟ ای چقدر خوب دختر شده. راستش خوشویم دختر. دستوزش بسیار مقبول است. زن با سلیقه هم است. چقدر خوب. بسیار طالمند هستی به خدا. چقدر خوبی خوشو داری. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ در اتاق روبرو خواب است. خوب است از دیگه. حالا یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کو. بیا دیگه. بسیار خوب آمدم. متت بیایم. دختر من چی میخوای بگو؟ گوش نشده یگان چیز پخته کردی؟ اوه گای نان میگه گای او. شیر مرغ میخوای جانم؟ صبر کو ببینم نکنه تو خود خانومی خانه فکر کردی. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ در اتاق روبرو خواب است. خوب است از دیگه. حالا یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کو. بیا دیگه. بسیار خوب آمدم. سلام ملاحت خواهر. من ناهید هستم، خانم حسن دکاندار. خوش آمدی ناهید. خوش باشی خواهر. ای چی حال است ملاحت خواهر؟ ای کلکین چرا باز است؟ تو خنک نمیخوری؟ خنک خو میخورم اما آروسم کلکین آواز مانده میگه بوی بد میده. سعی که تو ایترام شده؟ مریض میشی؟ ای چی قسم گپ است؟ وضعت مثل که چندان خوبم نیست ملاحت خواهر. چطور خوب باشم خواهر؟ شفاخانه میگم نمیبرن، دوا میگم نمیخرن، امینان خشکم به زور بریم میتن. عثمانم بر توجه نشان نمیته؟ عثمان چی کده میتانه؟ اختیارش ده دست آروسم است. برش میگه خوشی میتر کده، خوشی موتر کده. او هم چشم بسته گپایش باور میکنه. بچه ریزیم هم مر اینجا آورده لایم کرد. چی کنم؟ درد ما به کی بگویم؟ با این سر وضعی که من دارم کجا رفته میتانم؟ بعضی وقتا میگم خدا هر چیز زودتر جان مرا بگیره که من بیغم شوم. آه تو رو نگو خواهر. به همین حالشم شکر. خدا از بد بترش نجات بده. خداوند کسی را به کسی محتاج نسازه. آمین آمین.
بسیار خوشمزه آمده. نوش جانتان، اما ورزش و زیبایی دستمالایتان نمیرسه. از این کار هیچ خوشم نامد نسرین، هیچ خوشم نامد. او زن بیچاره در چی حال است؟ چی شده ناهید خواهر؟ اضافه از این چی شود؟ این چی روز است که سر ملاحت خواهر آوردی؟ از بی‌پرواییتان بیچاره مریض شده. اتاقش بسیار بوی بد میته. گشنه و تشنه در اتاق شیشته. شاید شما غلط درک کردین، اما من هر روز فکر کن ما غلط درک کردیم. ملاحت خواهرم دروغ میگه؟ برش گفتن نان خوش کن برات اضافه است. شاید امروز فراموشم شده باشه جانم. از دست این دستمالا کی برم هوش و فکر ماندنه. بیبی دخترم، برات یک نصیحت میکنم. در مورد هر قسم که فکر میکنی بکن. هر چی نباشه بالاخره کلان است. مریض است و به مراقبت نیاز داره. کل ما مادر داریم. ما هم مادر هستیم. هیچ کدام ما این قسم رفتار نمیکنیم. انسان‌های خوب در روزهای بد معلوم میشن دخترم. از او خاطر روش تا سرت بگی و اصلاح شو دخترم، اصلاح شو. ناهید خواهر راست میگه، واقعا اقوا جانب از باید گپشو گوش کن. بفرمایید. تشکر. تو و استغفرالله. خیرت باشه خانم. سر نسرین حسابم خراب شد. سر ملاحت خواهر ظلم نمانده که نکرده باشه. بیچاره زنکه را در یک حالت قرار داده که پرسان نکو. خداوند به انسان‌ها ظلم نمیکنه. هم انسان‌ها به خود ظلم میکنن. چی کنی دیگه؟ دنیا هم طور است. کی میفهمید که ملاحت خواهر به این روزا دچار میشه؟ دنیا است دیگه. انسان گذشته خدا نه، آینده خدا باید فکر کنه. حسن خان راست گفتی. اگه کسی میخواه محتاج کسی نشه، باید به فکر آینده خود باشه. خوش آمدن. خوش شدم دیدم دخترم. خداحافظ، خوش آمدن. حالا برات نشان میدم تو همراه من چی مشکل داری، از جان من چی میخوای؟ برات نشان میدم. تو شرم نمیکنی از من شکایت کردن پیش مردم رسوایی میسازی؟ تو شرم نداری؟ دروغ نکن، میکشم میخوای ملاحت دروغ میگن. کن اگر پار از پیش خودش جور کردن. حالا از دست من نجات پیدا کردن نمیتونی، نجات پیدا کردن نمیتونی. الهیت میکنم چرا نه؟ اما نه در خانه خودم، ماندن در خانه دیگه حرام است، حرام است. میفهمی؟ گپ نزن. گناه ماست که تا این روز تو رو تحمل کردم. در این خانه داخل شده دیگه نمیتونی. ما حالا برات نشان میدم که شیطانی کردن یعنی چی. خانه ما زندگی من کل چیز ما زیر رو کردی. حوصله ما گرفتی. جای تو دیگه اینجا نیست. حال دروغ گفتن رو برات نشان میتونم، زندگی کردن رو برات نشان میتونم. بودن یعنی بسیار خوش معلوم میشه. همینجا باش تو بفهمی زدن یعنی چی. یک دفعه که بیرون ماندی خود خوردی باز وقت قدر مرا میفهمی. همینجا باش تو بفهمی. نسرین دختره مرا اعلان کن دختره. نسرین مادر 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 تو اینجا چی میکنی؟ تو رو چی شده مادر جان؟ دیگه گندگی هست. نسرین تو چی میکنی؟ صبر کن صبر کن نسرین. گفتم بس هست. تو دیوانه شدی؟ دیوانه شدم. فهمیدی دیوانه شدم.